زندانی شدن جمال مبارز در استرالیا و افشای رازهای عاشقی زهرا الهام و جمال مبارز. دلیل زندانی شدن جمال مبارز چیست؟ جواب زهرا الهام برای جمال مبارز چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. زهرا الهام، هنرمند جوان ولی پرآوازه و ناماشنای افغانستان که در مدت خیلی کوتاهی توانست به اوج هنر خوانندگی برسد. زهرا الهام از طفولیت علاقه فراوانی به هنر آوازخوانی داشت. وی در سن جوانی در برنامه رقابتی ستاره افغان تلویزیون طلوع اشتراک کرد و توانست مقام اول را در این پروسه از آن خود کند. زهرا اولین دختر خانمی بود که در طول تاریخ ستاره افغان مقام اول را از آن خود کرد. زهرا الهام بعد از ختم پروسه ستاره افغان آهنگ‌های بیشماری برای علاقمندان ثبت و نشر کرد و کنسرت‌های در داخل و خارج از افغانستان برگزار می‌کرد. زهرا الهام با یک برادرش اکنون در کشور استرالیا زندگی می‌کند و دیگر خانواده‌اش در کشور پاکستان. زهرا در استرالیا هم به کارهای هنری خود مانند قبل ادامه داده است و جدیداً هنرمند مشهور و ناماشنای دیگر افغان جمال مبارز برای زهرا الهام پیشنهاد ازدواج داده است و زهرا الهام پیشنهاد ازدواج جمال مبارز را قبول کرده است. این همه در حالی است که جمال مبارز هفته قبل در حالت نشه حادثه ترافیکی کرده است و اکنون در زندان در استرالیا به سر میبرد و قرار بود محفل نامزدی زهرا الهام با جمال مبارز در ماه آینده برگزار شود. من هم پیوند ازدواج زهرا الهام و جمال مبارز را از صمیم قلب تبریک گفته. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقمندان زهرا الهام و جمال مبارز به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.